هموطنان عزیزم سلام. آرزو میکنم که خوب و صحتمند باشین. ما اضافه تر از 6 ساعت منزل کردیم با یک تیم از ورزشکاران رشته‌های مختلف رزمی ما که عضو تیم ملی هستند و آمدیم به می کوهنوردی تا اینکه خدا برسانیم به مو یخچال‌های طبیعی که تمام منبع آبی ولایت تخار را تامین میکنه. جز تخار چند ولایت دیگه ما را هم سیراب میسازه. دیگه فعلا در حوض اول قرار داریم. با وجود از اینکه چندین ساعت سفر داشتیم به می شکل پیاده چالش‌های زیادی را دیدیم در مسیر را و خیلی هم لذت بردیم. از یک طبیعت بکر و زیبا و بی‌نظیر دیدار داشتیم. دیگه همین قهرمانایی بودن که همراه ما را همراهی کردیم. تیم است، تیم همکارای خودم هم هستن تمامشان. دیگه در این سفر یار بسیار خوب ما هست همراه ما تا بریم تمام زیبایی ها را تقدیم شما بکنیم. پس ما را همراهی بکنین. آهسته آهسته میریم به طرف مو یخچالای طبیعی. اضافه تر از 3 ساعت فکر میکنم 3 ساعت دیگه هم منزل ما باقی مونده. دیگه دانه دانه برف هم میباره در این ماه سنبل، البته که آخر ماه سنبل است و طبیعت بسیار زیاد بی‌نظیر است. دستمالا هم به خاطر ازی گرفتیم که درجه هوا خیلی زیاد سرد است. حتی به می پشتای دستای ما معلوم میشه که ما چقدر خنک خوردیم. ما را همراهی بکنید. برنامه ما را پنجشنبه و جمعه شب ساعت